به نام خداوندی بخشنده مهربان. خرگوش بچه شجاع. سلام علیکم بچه های عزیز. خوبت؟ سلامتت؟ سلامتیتون خوب است؟ انشاءالله همیشه سلامت باشید و در لبانی زیبایتان خنده. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شاهنازه قصه گو دوباره با یک داستانی جالبی دیگر به نزد شما آمد. بود نبود در یک جنگلی سرسبزی کلان یک خرگوش بچه با پدر و مادرش زندگی میکرد. یک روز خرگوش بچه زیر یک درخت نشسته بود و نمیتوانست روی هیچ چیز تمرکز کند و حواسش را جمع کند. دیگر از مکتب کم کم وقتی به خانه رفتن شده بود. اما خرگوش بچه قصه ما ناراحت کیف مکتبیش را گرفته نگاه میکرد. خرگوش بچه همانطوری که به کیفش نگاه میکرد یادی اتفاق چند روز پیش افتید. بچه ها میدونید که این اتفاق چی بود؟ یک روز خرگوش بچه وقتی سیر و گشت میکرد سبزی های کشته اش را دید که خیلی کلان شده است. خرگوش بچه شروع کرد به خوردن سبزی ها که ناگهان از بالای درخت یک سیبی رسیده با مزه افتید. خرگوش اول ترسید که چی باشد. وقتی دید که یک سیب بوده است دهانش آب افتاد و میخواست آن سیب را بخورد. سیب را شسته تمیز کرد که ناگهان یک روباه از پیشش برآمد. خرگوش سیب را به زمین انداخته زود از آنجا گریخت و در پشت بوته‌ها پنهان شد. خرگوش بچه از ترس نفس میزد و از پشت بوته‌ها نگاه میکرد که روباه در حال خوردن سیب او است. خرگوش بچه میخواست داد بزند و روباه بگوید که این سیب من است. تو اصلا حق نداری آن را بخوری. ولی بچه ها خرگوش بچه قصه ما نتوانست حتی یک کلمه هم حرف بزند. خرگوش بچه با گریه به سوی خانه اشان رفت و ماجرا را به مادرش گفت. مادر خرگوش بچه تمام داستان را با صبر و حوصله گوش کرد و بعد با محبت و مهربانی به خرگوش گفت عزیزم لازم نیست اینقدر برای یک سیب گریه کنی و خودت را آزار دهی. من به میوه فروشی می روم یک سبد سیب می خرم. هر چقدری که خواستی می خوری. خرگوش بچه با آرامی به مادرش گفت مادر جون من برای اینکه نتوانستم سیب رو بخورم ناراحت نیستم. از این ناراحتم که روباه چیزی که حق من بود برداشت و خورد. اگر وقتی سیب رو میخورد چی میشد که آن وقت سیب رو گرفته میگریختم. مادرش به او گفت تو یک پسر شجاع و دلیری هستی. خرگوش بچه آهی کشید و گفت این واقعیت ندارد مادر جون. مادر جون. حقیقت این است که من خیلی ضعیف و ترسا هستم. من حتی از مکتب رفتن هم میترسم. در این جنگل عدالت و انصاف وجود ندارد. و من نگوید شجاع، اما از موجودات شجاع و دلیر میترسند. اما هیچ کس از من نمیترسد. اگر من شجاع بودم هیچ کس نمیتوانست من را آزار دهد. آن وقت همه از من میترسیدند.
مادری خرگوش بچه با ناراحتی سرش را تکان داد و چیزی نگفت. در یکی از همان روزها خرگوش بچه بهترین دوستش یعنی آهوی خالخالی را دیده بود که برای نجات جانش با سرعت می‌گریخت و یک ببر هم دنبالش کرده بود تا او را شکار کند. آهو توانسته بود که از چنگ ببر گریزد، ولی بعد از آن خیلی سخت مریض شد. ترس از ببر باعث شده بود که آهوی بیچاره تب کرده سخت مریض شود. آهو بچه هم مثل خرگوش بچه فکر میکرد که خیلی ضعیف است و برای نجات جانش باید تلاش و کوشش کند. این دو اتفاق خرگوش بچه را خیلی ناراحت و غمگین کرده بود. او نمیتوانست مثل قبل کتاب بخواند یا بازی کند. او با خودش فکر میکرد که اگر یک روز از پیشش پلنگ یا گرگ برایت چیکار میکند؟ با خودش گفت با پیش شاه کلان شهر بروم، ولی بچه ها میدونید چی شد؟ خرگوش قصه ما میترسید که به پیش شاه برود. خرگوش بچه اواکی باور کرده بود که او حیوانی خیلی ضعیف و ترسوی هست. گریه میکرد و کیفش را از زمین گرفته و سمت خانه‌اشان روان شد. در راه دریاچه زیبایی را دید. خرگوش بچه کمی کنار دریاچه نشست تا ناراحتی هایش را فراموش کند. دریاچه هم جای امن برای او بود. خرگوش بچه روی برگ‌های کلان دریاچه را نگاه می‌کرد که بالای برگ‌های کلان قورباغه‌هایی را دید که از خود صداهایی می‌دادند. هوای خوبی آنجا حال خرگوش بچه را خوب کرد و شروع به دویدن و جهیدن کرد که ناگهان داخل آب طلب صدا برآمد. بچه‌ها می‌دانید صدای چی بود؟ قورباغه‌ها از خرگوش ترسیده به داخل آب شیرجه می‌زدند و فرار می‌کردند. خرگوش بچه هم متوجه این شد که قورباغه‌ها از او می‌ترسند. خیلی خوشحال شد که موجوداتی هستند که از او می‌ترسند. خرگوش بچه با هیجان زیاد به طرف خانه‌شان دویده به نزد مادرش رفت. او به مادرش گفت مادر جان من با شما یک چیز میخواهم بگویم. مادرش گفت بگو پسری عزیزم چی شده است؟ خرگوش بچه با خوشحالی مادرش را بغل کرد و گفت من خیلی قوی و شجاع هستم. مادرش گفت بله پسرم، تو خیلی هم شجاع هستی. حالا بگو چی باعث شده از این را بفهمی؟ خرگوش بچه با مادرش گفت من در دریاچه قورباغه‌های زیادی را دیدم. آنها مرا دیده ترسیدند. آنجا بجز من کسی دیگری نبود. پس آنها از من ترسیدند. مادر خرگوش بچه با آرامی با او گفت پسرم، تو که دیگر میدانی موجودات ضعیفتر از تو هم هستند. پس خودت رو دیگر ضعیف و ترسو نمیگویی؟ خرگوش بچه با لبخند گفت من هیچ وقت خودم رو ضعیف و ترسو نمیگویم. دیگر هیچگاه این فکر رو نسبت خودم نمیکنم. مادر خرگوش بچه گفت آفرین به تو، شما یک خرگوش بچه شجاعی هستی. اما قورباغه‌ها را همانطوری که روباه تو را ترساند نترسان عزیزم. قوی و شجاع بودن به این معنا نیست که دیگران را بترسانی و یا اینکه کاری کنی که دیگران از دیدنت وحشت کنند، بلکه به معنای محافظت و مراقبت از کسانی است که از شما ضعیفتر هستند. حاضر به دریاچه برو و با قورباغه‌ها دوست شو. این طور آنها از تو نمی ترسند و با تو دوست می شوند. خرگوش بچه با خوشحالی به مادرش گفت مایلش مادر جان، حتما این کارو می کنم. و بعد
به سوی دریاچه روانه شد و با قورباغه ها دوست شد و با آنها بازی کرد. خرگوش بچه قصه ما فهمید که شجاعت در ترسانیدن دیگران نیست، بلکه پیروز شدن بر همان ترس است. بله عزیزانم، این بود داستان امروزمان. تا قصه و افسانه های دیگر، خدا نگهدار. خدا حافظ.